عمران ابن حسین گفت که پیغمبر نمیدونم همین گپ 2 بار گفت یا 3 بار گفت. 2 بار 3 بار همین تاکید کرد که بهترین امتی من، بهترین امتی من، بهترین امتی من. کسایی هست که در 220 سال اول اسلام زندگی کرده. بعد از او عمران ابن حسین گفت نمیدونم 2 بار گفت پیغمبر همین گپ 3 بار گفت. بعد از او پیغمبر گفت بعد این 220 سال مردمای میبیاین که شاهدی میتین و اما شهادتشون قبول نمیکنن برای که دروغگوان. گام میزنن گپشون باور نمیکنن مسلمانان. بعد این 220 سال مردمای میبیاین شاهدی میتین یگون کس شهادتشون قبول نمیکنن. خیانت میکنن یگان بار اهل امانت نیستن. نظر میکنن با زبانشون. نظر واجبه. همین گپ میگن ولو یوفون وفا نمیکنن. نظر گفته این نمیخشه من همین کارا میکنم، این نمیجه من این کارا میکنم، این نمیجه من این میکنم، این نمیجه من این میکنم. لیکن اهل خیانت هنگو در نظرشون وفا نمیکنن. نظر همین است که آدم میگه این بلا خلاص کنم، این مولا میکشم، این بلا خلاص کنم، این روزه را میگیرم، این بلا خلاص کنم، این کارا میکنم. اگر این کارا میکنم میبینید این زبانشون نظرشون میبره وفا نمیکنن. بین اونها دا گفت پیدا میشه سیمن همین از گفت که امتی من دیگر اکنون ای چرمی روغنی میشه، یعنی فربه میشه. اینو گشتن نمیتونم. امتی من فربه نبود، همش خرابی نبودن. تن پروری سر میشه بوده. بعد 220 سال پیامبر پیشگویی کرد تن پروری سر میشه. خیر روسته یوخی تن پروری دیگر در این زمانی ما ای زیاده میشه. یعنی تن پروریش همین است که خیلی خوردن و خیلی مقصد دیگر نوشیدن ده مردم ما به حد میتیخ شد، به نهایت سخت میشود. این کار سیمن همین است که مردم های پیدا میشوند. گفت شما اونها را میبینین شکماشون به درجه کلا نقدر تنهاشون که حتی که پیش قدمشون دیده نمیتونن. انخی مردم ها پیدا میشوند. بوز بالا. سیمن در یک لغت دیگر اومدگی بوده است که تن پروری. همین روز تا بگه از بگه تا پگه فقط اقا میشکمن. ای کجا یاوم ای کجا کنم. اما صحابه منی نبود است. خیلی فکر نبود. این پیدا میشود. فضل اهل القرون الثلاثه علی غیره من المسلمین. بهترین عصر پیغمبر معلوم کرده بود است که 3 عصر اول اسلام بوده. بعدی و مسلمانو چند قدر زندگی میکنن در او 3 عصر اول نمیدرویم بزرگی. اونها واقعا خدمت کرده بودن اسلام. بعدی و دیگر نمیشود کمای. و هو تفضیل من حیث الجمله و المجموع لا من حیث كل فرد من الافراد. فضیلات پیغمبر در همین جمله بیان کرد. مجموعاً معنیش همین است که در هر یک دور آدمای بهتر پیدا میشوند، لیکن کمن. در او زمان بسیار بوده. کم به نظر میرسه دیگه آدم خود اسلام. ظهور النقص فی المسلمین بعد القرون ثلاثه الاولی. پیدایش کمبودی در عالم اسلام بعد عصر سیم سر شده. تا او زمان کمبودی کم بوده. کمبودی دونه میدیدن. بعد عصر سیم اسلام کمبودی هم ظهور کرده بوده دیگر. تا به اون روز در زمان ما کمبودی اکنون دیگر به حد گذشت. در او زمان کمبودی بوده است، کم بوده. بسیاری بند نبوده است. کمبودی جدی نبود نگه. و هذا من اعلام نبوته. این دلالت میشه یکی از معجزه های حضرت پیغمبر که پیشگوییش واقعا شد. بعضی آدما پیشگویی میکنن. پیشگویی پیغمبر بین که 300 سال بعد دیده بوده که همین خیلی میشود. حیث ظهر فی المسلمین الاغراق فی النعیم. در مسلمان ها غرق در نعمت میشیدن. همین نعمت فراوان میشده. میگن خداوند انو اوش میگرفته. نعمت فراوانه با تمام صنعتاش، اما گپاش نگوش نمیکنن. نعمت فراوانه با تمام صنعتاش خیانت کنن.
نعمت فراوانه به تمامی صنعت‌هاش در گپشون نمیسه وفا نمیکنن. انا این علامت‌های بین میرفته. او زمان یگان چی نبود، نان خوردن نبود، اینو بود. والاسراف فی الشهوات و ظهور السمن من کثرت الطعام. به درجه میخوردی هم که دیگه گشتن نمیتونستیم. این نعمت فراوانه به درجه میخوردی هم. در یگان زمان در یک ششتن سه طعام نبود از عهد رسول، یک تاشم نبود خرید. لیکن انا او جوان مردی اون علامت‌های شجاعت بود است. این زمانی ما در یک نشستن سه خراب میخوریم و علامت‌های جوان مردی نیست، گم میشوند. این نشانه‌های قیامت است. حرمت و شهادت زور، چقدر تهمت بر دروغ بسیار بیشتر. شهادت زور، دروغ تهمت میکنن، دروغ در گردن یک کار بر میکنن. این کار یگان جای پنهانیش نداره. این زمان هزارها جوانی مسلمان به تهمت برده محبس کردن. مسلمانی خودش کرده کارا. شهادت زور این تهمت زیاد میشود بود. لأن الشهادت فی حدیث محمولة علی ذلك. در دیگر حدیث هم شما دیدگی است که شهادت بر دروغ، دروغن تهمت میکنن. این کار ظاهر میشود در جامعه اسلامی. و فیها اقوال الاخرى. این بود در دیگر حدیث آمدگی بود است. حرمت الخیانت و تضییع الامانت سواء کانت لله او للناس. هم در حق خدا مردم خیانت میکنه، هم در حق مردم خیانت به درجه زیاد میشنه که دیگر امانت داری نمیمونده، امانت داری از بین میرفته. و وجوب الوفاء بالنذور. برای ما همین بود است که آدم واجب بوده که در گفتگیش بسته. اینم از بین میرفته. گفتگیش نمیسود انجامی ها دیگر. این روز یک گپه پگاه یک گپه، امروز یک گپه پگاه یک گپه. انا همین خیل گپا در خیانت میشه و با وجودی که چیزی که میبرایدن در وجوبه احتیاج شدن در کاره، انا همین خیانت میشه است. خیانت یعنی گپا زیاد میشه. این حدیث گوهرباری حضرت پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. عمران حسین oğlu Peygamberimizin sahabası bu hadisi rivayet kılıftılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıftılar. Çıraylık adamlar, çıraylık musulmonlar, şu musulmonlar bor ki meni zamonimga, vaqtimga hayot qilibdi, yashadi. İkinci marotaba aytıftılar ki çıraylık musulmonlar, xayr musulmonlar, birinchi musulmonlar shuki meni ko'ribdi, yo meni ko'rgan odamni ko'ribdi, sahobani ko'ribdi. Bu Peygamberimiz aytibdiki birinchi musulmonlar shuki sahoba ko'rgan odamlarni ko'ribdi. 3 qarn aytadi yo vek aytadilar. Shuni Peygamberimiz ta'rif qilibdilar-ki 220 yil biladi. Shunchani Peygamberimiz ko'ribdilar. İmron Husaynning o'g'li aytibdilar-ki shu gapni Peygamberimiz 2 marotaba aytdilar yo 3 marotaba. Va Peygamberimiz aytdilar, bu 220 yil ba'd mardumlar chiqadilar. Shahodat beradilar, mardum buni bovar qilmaydi. Nima uchun? Yolg'on aytadi. Musulmonlarga yolg'on aytish juda ham katta belgi ketadi. Ikkinchi aytadilar, xiyonat juda ham katta belgi ketadi. Predatel juda ham ko'p biladi. Xiyonat aytadilar buni. Hech kim bu odamlarda amon qoliga maqsadiga xalos yetmaydi. Juda ham xiyonat ko'p biladi. Nazr qiladilar, tilmini aytadilar, ammo vafo qilmaydilar. Bunaqa odamlar chiqib ketadi. 4-chi payg'ambarimiz aytdilar, sizlarning o'rtasiga simni juda ham semiz musulmonlar paydo bo'ladi. Nafsiga, o'ziga juda ham ko'p ishlaydi, qarini shimcha bo'ladi, yog'i katakon bo'ladi, o'zini ko'rmaydi, semiz bo'ladi. Shuni aytdilar payg'ambarimiz. Bu hadisi Imom Buxoriy, Muslim rivoyat qilibdilar-ki, aytibdilar boshqa hadisdagi meni ummatim semiz bo'lmaydi. Shunaqa keladi. Payg'ambarimiz oyandani ko'rdilar bizlarga. Aytdilar, xiyonat, gapga mardum turmaydi va juda ham mardum semiz bo'lib ketadi. Nima uchun? Biron narsani g'amini yemaydi. Faqat nimani g'amini yeydi? Nafsini, jonini. Shunaqa semiz bo'ladi. Bu hadisi Buxoriy, Muslim rivoyat qilibdilar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana va anta khayrul fotihin. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin.